هی میگین بروتال کلینگ و امروز دوباره با هم دیگه میریم سراغ یه بروتال کلینگ جدید با آرتور مورگان با استایل خفن، کویک درا، پاشش خون. خلاصه قراره عشق بکنیم دیگه. قبل از اینکه شروع بکنیم لایکو بزن و برو بریم سراغش. I can't wait, man. Let's go. This is it. سدی ادلر تک و تنها تکیده تو زیر زمین. آرتور سر میرسه. Yeah baby. بروتال کلینگ فست کویک درا. اینترو بی‌نظیر، واقعا لذت بردم. درسته که با پی سی تیراندازی راحت تره، ولی خب آدم لذت میبره که این صحنه ها رو میبینه. و این گونه بود که آرتور موفق شد سدی رو نجات بده. اما یه صبح دیگه و یه روز دیگه فرا میرسه. بچه‌ها به نظر سخت نمیای. با تیکه انداختن شروع میکنه. همیشه بروتال کلینگ اینطوری بوده. اگه یارو عصبانی نشه پاشیدن خونش روی دیوارم برای ما لذتی نداره. قنبل نکرد و مرد. خیلی عجیبه، چون ما توی ویدیویی که این بار براتون میذارم در اشاره کردیم که NPC ها معمولا قنبل میکنن و میمیرن. این خیلی عجیب بود. اینجا اسلحه اسکوفیلد رو میتونین روی این میز بردارین. بچه‌ها اگه گذرتون به اینجا افتاد، پشت چیزه آفیس دکتر توی شهر ولنتاینه. میتونین اسلحه اسکوفیلد رو از روی اون میز بردارین. یه روز دیگه یارو داره کشیک میده و آرتور از راه میرسه. این پالتوی چرمیشو خیلی دوست دارم، واقعا پالتوی قشنگیه. خیلی چرم کتکلفتی هم هست، بهش میخوره عمر بکنه. مثلا سالهای سال بتونی این پالتو رو بپوشی. از اونایی که باید بهش روغن بزنی ترک نخوره. شت اوه دیگه وقتی همه دوستاتو کشته نباید بگی سان و بچ. یه مقدار پولم گیرش اومد به هر حال دیگه. این تیپم خیلی دوست دارم. چی میگی بابا چاقاله، شما مال این حرفا نیستین. او آخرین شانسمونه. ببین میخوام شانسمو ببینم توش، ببینم میخوای چیکار بکنی. قنبل بکن ببینم. وقت قنبلشون رسیده بود خودشون نمیدونستن. اوه این یارو اسب دزده. چه اسبیه، حیف این اون سوار بشه. خدایی به استایلت به اباحت تو میومد. سوت بزنه ها، پیاده میشه و عاقبت دزدی زیاد شیرین نیست. بار یه روز دیگه و دعوا توی بار. این سنی ازش گذشته، باید دیگه عاقل شده باشی، سرت به سنگ خورده باشه. تو این سنم دوباره میخوای پرپای ما بشی؟ صداشو نگاه کن، با این سنت صدات بهت نمیخوره اصلا. صدات بچگونه است. هفت تیر کشیش هم خوب نیست. هم سنش بالا بود، ادب نداشت، صداش بچگونه بود، هفت تیر کشی هم بلد نبود. چطور به این سن رسیده بود اصلا؟ دیگه دیره. یکی دیگه میخوای؟ مسکن میخواست، کلش جا داشت. چطور متورین؟ کت خوشگلی دارم، سفید مفیدم، ولی دلیل نمیشه که کونی باشم. خب باید به من احترام بذاری. مثلا من لباس سفید پوشیدم دیگه نمیتونی اینطوری با من تا بکنی که عاقبتشو میبینی. تا سفیدی و آدمو میبینن فکر میکنن خبریه. خبربازی و داستان. لباسی هم که روی شونش انداخته رو دوست دارم. این پوسته معمولا این حالت مشکی خالصش رو نداریم. فکر میکنم مد دخیل باشه. اون حالتی که ما داریم توی بازی قهوه‌ای ترج، قهوه‌ای جیگری، یه همچین حالتیه، ولی خب مشکی دسته. خیلی قشنگ بود و خیلی وحشیانه اونا رو ذباحی کرد. ایزی. گفتم با من صحبت نکنی. یه سیگارم بعدش میچسبه. کیشی که چی رو میدی تو گوارما؟ گوش مسیح بسیار پایین، ولی خب اوه امفوره. حالا چیه تو دسته؟ امفوره. خیلی حال میده تو ردد امفور داشته باشی، ولی خب زایستی. اون موقع امفور نبوده دیگه. تیپش هم کلا مدرن بود. اینجا نگاه کن، سیگار و تیشرت و اصلا بدون دد آی با موس. ایزی پیزی. دوئل.
دوی 40 دیگه این آدم واقعا نتونست. یه NPC نامعروف بود ولی صحنه سینماتیکش رو دوست داشتم. این چرخش اسلحه و ایناشو خیلی دوست داشتم. And the next one. شما بچه های خوبی به نظر میرسیدین، چرا این رفتار از خودتون نشون دادین آخه؟ میبینم که همه دزدا جمعن. چی کباب میکنن؟ گوه داشتن میخوردن دور آتیشی. چی رو آتیش نیست، یعنی کتری هم نذاشتن اونجا این همه آدم جمع شد. هیچ کس اهمیت نمیده به من. به تو چی؟ آب منطقه رو مسموم کردن کثافتا با خونش. بار ای بابا متصدیه چرا کش؟ این که متصدیه بارو کش رو دوستن. یعنی یک چیز دیگه، کشتار وحشیانه است. اینجاهاش دیگه واقعا وحشیانه بود. البته جمعیت کم بود دیگه، همون تعداد بودن. ای کچلی چطوری؟ در واقع میکنم ببینم اون تو چه خبره؟ چی؟ برم درم بذارم؟ بابا این چه رفتاری تو داری؟ میخواستم برای توستیش بخرم ولی تو نمیذاری. خاک بر سر کرکی. باش خوب رفتیم در وانه میکنم و ببینیم چی. از گیر میکنه. چقدر کندین. اوه خورد اینجا شاین کالباس برید. بابا بی خیالالا پروفسوریات ناراحت نکن. رفت توی منطقه خوکا. دعوای آرتور با یه زندانی رو داریم بچه‌ها. یه هدو میزنه این زندانی، نمیدونیم اصلا کجا اومده بنده خدا. مثل که این چند وقته خوبم بهش غذا ندادن، خیلی ضعیف هم از یه زندانی دیگه کمک میکنه. چیه نبرده گلادیاتوری روم باستانه. بقیه دارن ما رو تماشا میکنن. کس دیگه هم هست دونه دونه زندانی میفرستن پایین. چه بدنی هم به هم زدیم. اگه دیر یکی رو ناک اوت کنی زندانی بعدی سر میرسه. ولی خوبیش اینه که وامیستن اون بغل خیلی مؤدبن، وامیستن تا نوبتشون بشه. تو سنی ازت گذشته سفید کردی بابا بی خیال، نمیخوایم تو رو بزنیم. بیا با هم دوستی کنیم. باز پر روه نگاه میگه ولی بازم بیادبی اینجوری ها. نگاه کن حمله میکنه به ما. زندانی بعدی چی میشه؟ انگار دعوای آرتور تو زندان بود یه جورایی. شاید مثلا بابت این کاراش رفته بود حبس و اون مدتی که تو زندان بوده مجبور شده با 4 تا گلگدا دعوا بکنه. این ستای مشکی واقعا خیلی خفنن ولی حیف و صد حیف که همشون باید با مود استفاده بکنیم بچه‌ها و ترینر نصب بکنیم. نمیشه تو حالت عادی توی پلی استیشن این کارا رو انجام داد و این ستای زیبا رو داشت. واقعا راکستار باید یه آپدیتی چیزی میداد، یه چند تا لباس اضافه میکرد. خداییش باید یه آپدیتی میداد، چند تا لباس اضافه میکرد ولی این کارو نکرد. ردد آنلاین هم که ول کرده اصلا بهش نمیرسه. خیلی بی‌ناموسن. خلاصه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم و توی ویدیو بعدی میبینمتون. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electro.